یهو خودشون اومدن بهم پیشنهاد دادن. اصلا انگار الهام شد، وحی شد از سمت کهکشان. و تو اون لحظه قدم بعدی اینه که خب بین همون اون رابطه ما 3 نفر اولین چیز که صحبت می‌کردم در مورد سهیل هستم، سهیل رام، مال خودم دو طلا. آقا من دیشب خواستم دست بزنم به جای رامین، اجازه نداد، خواستم فقط رام کینگ رام. تو رو نمیگم که یکی دیگه بابا خود راضی این کینگ رام. هر زری ما میزنیم ما یکی میگه آقا خود راضی، خود شیفته فلان بابا. حتما تو کنسرت حرفم نزنیم. چقدر تو که گیدی واقعا هر دفعه میای کنسرت از همه بیشتر بلندتر نفری که داره زر میزنه صدای تو رو کم میشنوم روی استیج، از من بلندتری تو. دروغ میگه، من همیشه ساکت دارم تنهایی فیلمشو میگیرم حتما خاطراتشو داشته باشه. خیلی یزیدی واقعا. خیلی وقت مسجد ضبط نکرده بودیم. آره بچه‌ها من خواستم اپیزود قرار کنم که چرا ما قرار کردیم، چون همون چی شده گفتم یه اپیزود درست کنم. آره نه من داستان درست کنم که چرا ما قرار کردیم. من خیلی به من گفتن که سهیل آدم کیه، باش هنگات نکن و آدم دوستای خوبی داری، آدم خزی و کلاستو میاره پایین از این حرفا. گوش بدین، گوش نمیدین، ببین به حرف دوستاتون گوش بدین. الان خوش داره ضایع میکنه، چرا به حرف دوستاش گوش نمیده. منم اینجوریم که بابا نه بابا سهیل بچه خوبی و من که فقط ازش عشق و مهربونی و خیلی قشنگ و دو تلاشو دیدم. واقعا من همیشه من خیلی منطق ساده‌ای دارم توی رفاقت. مثلا برام مهم نیست که تو باورت چی باشه، فلسفه‌ت چیه. تو وقتی که مثلا به من عشق نشون بدید، وقتی با من محترم باشی، با من مهربان باشی، منم همون متقابلا با تو همون جوریم. یعنی خیلی ساده است برای من این معادله. آره منم میدونم خیلی مثلا خیلی از مهمونای منو، نه حالا مثلا این یا اون، خیلیشون همه رو یکی میاد قور میزنه. اینجوری بگم بهتره. هر کسی یکی میاد میگه چرا با این ویدیو گرفتی، دیدم سطح خودت آوردی پایین، سطح ویدیو تو آوردی پایین، فکر کنی ما احمقیم. هر کسی یه ویدیو میگیره. فکر کنم که چقدر همه دنیا رو از چش خودشون فقط میبینن و تو چیزی که تو دنیا باید یاد بگیری که چی منطقیه و اونو بری جلو، نه چی واسه تو منطقیه. یه نفری که فقط تو زندگیش خدا رو شنیده، براش منطقی واقعا باورش باشه خدا وجود داره. یه نفر که از روز اولش گفتن که خدا گفتن آقا دیوونه بهش خندیدم، ما باش قهقه بچه‌م احمق رفته، اونم نمیتونه به خدا باور کنه. اصلا کاری نداریم خدا واقعی یا خدا واقعی نیست، سیچویشنه دیپندنت به آدما. تو یه سوشال ستینگ تو باید ببینید چی واسه همه مک سنس میکنه. ببین که بحثی هستش که آره بابا به نظر من خیلی آدما مثلا خزن یا احمقن، یا نه که من خوبم و تو هم جزشون، منم جزشون. منم از دیدگاهی که دیگه آدم خیلی تخم میگیرم. اوکیه بالاخره هممون مثلا به هم دیگه یه سری گاردایی داریم و شاید هم دیگه از نزدیک ببینیم، بیشتر آشنا بشیم، کولتر و ریلکسر باشه. من خیلی آدما هستن که مثلا به تو گفتن آقا این آدم مثلا خیلی رو مخم میره، ولی همون آدم به احتمال خیلی زیاد تو پادکست خودم مهمون دعوتش میکنم باهاش صحبت کنم. ولی از این طرف دیگه از لحاظ مثلا اخلاقی به خودم میگم خب آقا پلتفرم دادن به یه سری آدم کودن مثلا کار درستیه یا نه؟ بعد چه میگم که با همه که دارن میکنن، همه دارن سعی میکنن تو این گولد راش یوتیوب یه پولی در بیارن. دنیا دیگه یه جوری که اصلا کسی تخمش نیستش. یعنی این همه به نظرم خیلی همه یه جوری این ارزشا انداختن زیر پاش. اونایی هم که نذاشتن و خیلی پای اون باوراشون هم موندن، دمشون هم گرم، خیلی مقابل احترام. بنده خدا هیچ پول در نمیارن، یعنی هیچ سابسکرایبری نمیگن، هیچ لایکی نمیگن، کارشون یا هنرشون دیده نمیشه، با اینکه شاید خیلی هنرمنده. ما میگیم یه بازی کثیف این وسط است که همه باید بکنیم. اینی که بعضی وقتا بیا مثلا با هم بلایند دیت کنیم. من تو آره بیا با هم بریم بلایند دیت. اینجا از هم سوال می‌پرسیم ببینیم میتونیم چیز کنیم. مخم دیگه رو بزنیم یا نه؟ تو که سه سود مخ منو میزنی قشنگ. یا مخت میزنم یا یعنی بالاخره ما رابطمون برقرار میشه. با محمد رضایت میدم بابا، چرا نیاز به خشونت باشه بابا؟ تو بیا بکن. من یه دونه لویسی که میگه که دختره رو بردم بعد از استندآپ کمدی بردم تو اتاق و به دختره اومدم دست دادم، بعد دستمو زد گفت دست نزن، بعد من کشیدم عقب. بعد دوشم لب گرفتن و این حرفا، دوباره خورم مثلا دستم به فلانش، بعد من دستم برم تو شلوارش، دوباره دستمو زد. میگه منم کشیدم عقب و دیگه با هم خود حال کردیم و من خوابیدم. بعد میگه صبح خواب باشیم دختره عصبانی بود. بعد میگه چرا شاکی؟ میگه چرا دیشب هیچ کاری نکردیم ما؟ میگه خب من 2 بار سعی کردم دستمو زدی. میگه نه من آخه دوست دارم مثلا یکی منو به زور ترتیبمو بده. بعد میگه تو با آف چانس این که تو دوست داشته باشی تکنیکلی
به تجاوز بشه میخواستیم من بیام به تو تجاوز کنم، منطق چیه؟ ببین اصلا این، ولی من حقیقتش با این دنیا اصلا شوخی نمیکنم. همیشه بحثم خیلی ساده باشه، رضایت باشه، کانسنت باشه، حتی کار عجیب غریب و خشنی اگه بخوایم بکنیم با هم کامیونیکیت. اصلا بحثی هم که فکر کنم امروز هم می‌خواستیم در موردش هم بکنیم، خیلی هم دوباره محور سکسه و اصلا بحث اون کامیونیکیت کردن و صحبت کردن و رضایت داشتن مهمترین تیکه قضیه است که خیلی راحت حل میشه و آدم همیشه بهتره که توی سیف ترین حالت باشه، حتی اگه شک داره یا حتی اگه فکر میکنه شاید یک ذره ممکنه اوکی باشه، بازم به نظر من عقب نشینی خیلی بهتره تا جلو نشینی. هیچ وقت آدم کسی رو توی موقعیتی قرار نده که نمیخواد باشه. این یه چیز خیلی ساده و ابتداییه که هر کسی به نظر این فرمول رو رعایت کنه چون همه روابطش حداقل سالم خواهد بود. نمیگم موفق خواهد بود، همه روابط سالمه چون دیگه تکلیف روشنه، کسی میخواد با رابطه برقرار میکنه، کسی هم نخواد برقرار نمیکنه و الکی دیگه هیچ جای خاکستری وجود نداره که سوء تفاهمی ایجاد بشه. و این فکر مسئله این سوء تفاهم است، چون اینی که تو داری میگی به نظر من اکسپشن تو رول. بعضی آرایشا دوست داشته باشن که مثلا یه ذره اگریسیو تر، اکثر آدما واقعا دوست دارن راحت باشن وقتی تو تخت خوابن. اکثر آدما میخوان کامفورتبل باشن. میدونه چون مثلا با 5000 نفر بوده آمارش قویه، گوش بدین. نه میگم دیگه راز موفقیت تخت خواب اینه که همه احساس لخت بودن و چه فیزیکی چه منتالی چه روحی بتونن اونو کاملا راحت ابراز کنن و کنار هم دیگه بتونن خود واقعیشون رو به لخت‌ترین حالت نشون بدن. تیشرتمون یه رنگیه، تازه فهمیدم. من خوش رنگ تره. مسلما من خوش رنگ تره. من دیگه سالانین بشوری میشه اون رنگی. آقا یه رفیق دارم توش سامه، بعد زنگ زد به من گفتش که پاشو بیا اینجا. رفتم خونه‌شون، بعد 2 تا دیگه سام هم اونجا بودن، بعد 3 تا سام بودن. بیا راجع به تریسام صحبت کنیم. داشتم فکر می‌کردم ما چی داریم میگیم، جوک تو شری داری سر هم می‌کنیم. تازه مغزم افتاد اول صبح دیشب بالاخره همش. کجا بودی دیشب؟ داشتیم عشق و حال می‌کردیم، خونه سوئیل بودیم. چه حالی داشت. اونم بعد یه اپیزود آخه جداگونه درمونش درست کنیم، امروز درمونش صحبت کنیم. اون خیلی خودش بحث جالبه، مهمونیو که میگیری یا ایونتی که میذاری خونت، خودش خیلی خیلی دوست دارم در مورد اون بعداً توی اپیزود دیگه با هم صحبت کنیم. ولی فقط میتونم خلاصش اینه که خیلی خوش میگذره همیشه تو آدم‌ها رو که جمع می‌کنی دور و بر خودت تو خونت، همیشه یه وایب خوب و بچهای خوب و انرژی خیلی خوبی هست. یعنی خیلی من خودم هست خیلی خوبی هستی واقعا. دم النام گرم. آره واقعا هم تو هم النا واقعا. خب آقا من یه آمار دارم که بعضیا نمیخوام بگم کی، خیلی با دوستایی که سام بودن هم 1 و 2 3 تو تخت بوده. بعد میخوام من خود اطلاعات بگم راجع به این، چون من تو فیلم ها فقط دیدم. خود ترجمه نکردی تا حالا؟ ببین تجربه کردم ولی دزدی، یعنی مثلا در لول این که 2 تا اولا با پسر بوده، مثلا 3-4 تاش که اصلا ولم کن. آره اونا که اصلا 2 تا پسر یه دختر بودیم که اصلا تو خوبی. یه دونش که بودیم 2 تا پسر بودیم 2 تا دختر، ولی نه اینکه 2 تا پسر 2 تا دختر، 10 تا پسر بودیم 9 تا اتاق داشتیم. 2 نفر دختر، همه دختر بودن کردیم توی چین، 2 نفر باید میفتن تو یه اتاق. من که خب جیجی داستان گفتم آقا من هستم، هر کی میخواد با من بیاد تو اتاق من هستم. یکی از رفیقام داشت بودن که آقا منم میام. بعد رفتیم تو اتاق، من با دختر خودم بودم، اون با دختر خودش بود. بعد توی چین که اصلا میدونی همه معروفم به پشمالو و این حرفا، چیز که شد ما آمارا رو دیدیم، مال من تمیز صاف انگار مثلا تو کانادا بزرگ شده. مال رفیقم اوریجینال آتنتیک چینی بود، نمیدید میگشت چیزی خود مثلا دول پیدا کنه یک زیادی گشت. بعد اتفاقی که افتاد، دوست من گفت آقا من نمیخوام مال خودمو، من مال تو رو میخوام. من وای میستم تو کار تموم شه، مال تو رو میخوام. این چیه؟ من مال تو خیلی باحال‌تره اینا. گفتم اوکی. بعد من که کارم با من تموم شد، دوستم اومد به اون دست بزنه، این شاکی شد، گفت نه من مثلا مال اینم. من فکر کردم جیجی هم همینجوری بودم یه سری حالا کاری نداریم. بعد گفت نه و این حرفا. بعد دوستم شاکی شد رفت همون. و اون یکی دختره که اونجا مونده بود که قرار بودیم بود، اونم از طرف من. گفتم خب دیگه من که آدمی نیستم میخوام قضاوت کنم.
مثلا این تکنیکلی تریسام نیست ولی دیگه از این چیزاست که بعد بگی قاضی داره تصمیم بگیره. آره ببین مثلا اولا که تو میگفتی اونقدر که اصلا باحال نیست مثلا همین. نه هستش اصلا. میخوام اینو بگم یعنی یه جاهای تو تصورات آدما خیلی وقتا میخوام اینو بگم توی فانتزی و توی پورن و این چیزایی که آدم نگاه میکنه یه تصوری داره، میدونی اونجا نور پردازی شده، همه پشم و پیریچون رو زدن، همه چی تمیز و روغنمال شدن و فلان و اینا که اونجوری هم میتونه اونقدر قشنگم باشه همه چیز، ولی خیلی وقتا هم نیستش به اون صورت. حالا نه به خاطر ظاهریناش، به خاطر اون جو عاطفی و احساسی شکلی داره. من احساس می‌کنم داریم به سمت اینکه بگی مثلا با یه راننده کامیون بودی. نه ولی من توی اکثر مثلا خب توی سمایی که من بودم خیلی کامفورتبل بودن و خیلی خوب. و چی شده دخترای جدید اوکی شدن با اینکه دست به دست با هم بریم تو، یا اینکه چیه داستان؟ ببین اولا که با تو این دنیا به نظر من اگه یه ذره باشی با آدمایی که بگردی، با اصلا اولا که چجوری میتونی در موردش صحبت کنی با پارتنرت، چون ممکنه تو توی پارتنر توی لانگ ترم ریلیشنشیپ باشی، توی رابطه مونوگامس و بعد از مثلا 10 سال دوست داری مثلا یه چیز جدیدی رو اکسپلور کنی، اصلا چجوری میتونی در مورد این صحبت کنی؟ میدونی باید کم کم تو میگه 10 سال من و تو با هم دیگه خوابیدیم. من به النا اینجوری گفتم اگه فرض کنیم این همونی که فکر میکنیم همه میدونیم چیه، به خاطر قوانین آنلاین نمیشه توضیح داد، یه لب اینجا شما تصور کن، یه لب اینجا و این دوتا لب اینجوری بره پایین بیاد بالا. و من به النا گفتم که من خیلی دوست دارم که این اتفاق بیفته برایشون، بلانسم دوتا لب اینجوری بره پایین بیاد بالا. بعد النا گفت آره، گفتم آره. گفت خب let's go make that happen. بعد من ترسیدم، گفتم نه آروم باش، هنوز زوده، بچه‌مون 5 سالشونه. من اینجوری گفتم و فکر میکنم، ولی من مثلا واقعا نمیدونم الان باید چیکار کنم. مثلا اگه مثلا من توی اتاق باشم بعد النا یو وارد چه با دختره به اسم مثلا مامان آریا، من نمیدونم الان باید چیکار کنم. میگم اول که به قول خارجی میگن test the waters، یعنی به فارسی چجوری ترجمه میشه؟ همون تست کنی یارو تا کجا پایه است. یعنی آره باید مثلا ببینید تو جو اون دوستی و اون رفاقت یا اون جو یا اون آدما، ببینید که چقدر با همچین بحثی اوکی ان، بازن میشه صحبت کردن در موردش. نه اصلا مثلا میگم فرض کن النا اومد، یکی از رفیقای النا هست، من ویدیوشم درست کردم که میخواست به من بوم چیکی بوم، النا نذاشت، یعنی نگفت چی دیوونه ای. حالا فرض کن النا نمیگفت دیوونه ای، اتفاقی بود اومد اینجا مثلا النا گفت شور من امشب اصلا رو مودم بیاد تریسام بکنیم. من نمی‌دونم اون لحظه مثلا برم از نفر دوم لب بگیرم، برم به النا فقط نگاه کنم النا خواست دختره رو بماله. خب به همینا میرسیم، همینا هستش توی نوتام نوشتم برات. خب بس دیگه من دیگه بچه سلام قطع میکنم فقط گوش کنم. نه ولی ببین به نظر من اول از همه که میگم مهمترین بحث همین کامیونیکیت کردن و صحبت کردنه، که معمولا به نظرم بهترین سناریو اون سناریویی که یه پارتنری مثلا خیلی علاقه داره و میگه مثلا من مسئولش رو میگم که اینم پیدا کنم، وقتی که همه رضایت دادن مثلا پارتنرش من میگم که پیدا میکنم، یا دو تا اصلا اوردی با هم دوستن تجربه دارن، اونایی که اوردی صحبت کردن در موردش خب خیلی راحت تر پیش میره. یه موقعی هستش توی جوایی هستی که اصلا هیچکی کامفورتبل نیست یا نمیدونه، خب اون ذره سخت داره. باید ببینین اصلا چقدر میشه در مورد سکس آدما اوردی توی رابطه دو طرفه‌شون راحتن نیستن. تو چجوری پیدا می‌کردی؟ تو به دختری که بهت مسیج من آخه تو جوایی که اصلا میگردم، تو اکیپایی که میگردم خیلی اکیپای نان مونوگامسه، کلا آدمایی هستن که اصلا به ولی چی یعنی من خیلی سنتی نیست برخوردم با دوست موستای من که مثلا شما مثلا خیلیشون زن و بچه داشته باشن. بچه و اکیپایی که مثلا ماشون میگردم آدمایی که حتی بعضیاشون هم که تو زن و بچه‌ام دارن خیلی به عنوان مثلا یه پلژر دیگه، مثلا یه روبوسیتور، یه بغلی با انرژی و عشق بیشتری مثلا بهش نگاه میکنن. یعنی دیدگاه خیلی تابو و ترسناک دور و بر سکس نیستش، در همین میشه راحت در موردش صحبت کرد یا شوخی کرد یا هر چی. برای آدم وقتی صحبت بکنه و به اونجا برسه قضیه که با که میخوایم جدی بشیم این کار رو انجام بدیم، قدم بعدی اینه که خب بین همون اون رابطه ما سه نفر اولین چیز که صحبت می‌کنه در مورد مرزاست. میگه آقا مثلا قبل از هیچ اتفاقی بیفته آقا مثلا این کار اوکی هست، اینجوری بکنیم، اورال بکنیم، اینال بکنیم، فلان بکنیم، نمیدونم چی. سه نفر میشین توی جمع شروع صحبت کردن، معمولا اینجوری بهتر پیش میره تا اونایی که همینجوری هوش شانسی تخم مرغ شانسی واقعا همینجوری تو لحظه بدی و اینا. اینو بوس کنی اونو بوس کنی، تو نمیدونستن چی، تو میگی آقا این اوکی این اوکی نیست.
آره به نظرم اونایی از اون تجربه من، اونایی که هرچی ارتباط بیشتر توش برقرار شده تکلیف روشنه. و خب اول ببین بس الان به یکی مسیج زدی گفتی آقا مثلا میخوای یه حالی بکنم، گفته آره، بعد تو بهش گفتی که دوستی داری بیاری تو بازی، اونم گفته آره اتفاقا مثلا فرنازم هست. آره اگه بدونم که اون آدم مثلا علاقه داره یا اصلا میگم توی این همچین جو و دنیایی هستش، و اگه آدمی اصلا میدونم تو این دنیا نیستن اصلا اونجوری اپروچ نمیکنم، اصلا سمتش هم نمیرم با اون آدم تو اون بحث، چون بعضیا واقعا آمادگیشو ندارن، بعضیا اصلا میگم که یه مسئله گناه که پیش میاد توی ما حسادته، توی وجود همه انسان‌ها هست، هممون داریم اینو. تو توی اونجا بین دو تا دختر حسودی همون لحظه بین همه پسر دختر فرقی نداره. اون دو تا هم گیرن تو یا میگی بابا من اینجا اسکو کنی. خب آره دیگه، مثلا برای همه اون بحث حسادت و بحث ایگو، بحثی که با تو اینجا سرکوب کنی ایگو تو، بگی آقا همه اومدیم که اومدیم لذت ببریم همه. آره توی این لحظه اگه مثلا من 2 دقیقه کمتر بهم توجه شد ناراحت نشم، آگاه باشم یا اصلا بریک بگیریم. مثلا باحال‌ترین تریسم اونایی که مثلا با هم دیگه دارین حال میکنید، جوینت میزنید، بریک میگیرین، کارتون نگاه دوره ادامه میدی، بعد دوباره جوینت میزنید دوباره، یعنی چون انگار یه جو خیلی دوستانه و کول و ریلکس، همه جور کارم داریم میکنید، همه جور هم داریم حال میکنید و کسی احساس کمبود نمیکنه، کسی احساس اینو نمیکنه که فاک چرا به من توجه نمیشه. و با جو میگم وقتی اینو از قبل با هم صحبت بکنه. چقدر طول میکشه یه دونه اوریج 3 تا سام؟ ببین معمولا زمانش بیشتر میگذره از اینکه فقط دو طرف، چون پسرا خب خیلی راحت تر میون و یه جایی تمرکز میکنه، مثلا زرتی مثلا میاد اینجا چون هی داری بازی میکنه، هی از این پوزیشن به اون پوزیشن، از این آدم رو آدم. تویسام چند بار نمیاد، یه بار میاد، یا که مثلا نه چرا مثلا خب چند ساعت میتونی مثلا حال کنی دیگه چند بار. چون مثلا این دختره کارتو میده، بعد اون یکی میپره میگه نوبت منه بزن، نه من بلندش میکنم، میگه نه من بلندش میکنم. آره نه بعضش هم بعضی وقت اون تو با هم دیگه دارن حال میکنن، فقط داری تماشا میکنی و حال میکنی، خودش بلند میشه. و میگم یه تعادلیه بین این که تو هم به فکر لذت خود باشی هم به فکر لذت بقیه باشی و این یه بالانس خیلی خوبی ایجاد میکنه. ولی میگم اون کامیونیکیشن قبلش خیلی مهمه. یکی هم که خب سیفتی تو حتما کاندوم، یا اگه قبلش بدون کاندوم برین همه تست بگیریم، هم نشون بدیم که ما تمیزیم یا فلانی و چیزی نداریم، که خیال هم راحت باشه دیگه. واسه اونم باز یهو فرد بیجا نشه میگه راستی من این مریضی هم دارم مثلا. خب خیلی میپرسی قبلش که آقا شما من آره من همیشه میپرسم و من خودم میگم تست میگیرم تو موبایلم میذارم تستمو. خب تو که معلومه تو اصلا کشوری مجبورت کردن. ولی آره با یه سری از همین چیزای کوچولو همه به نظرشون خیلی بگن بابا اینا اصلا انرژی سکشوالو میگیره و مثلا انقدر مثلا اتفاقا خیال راحت بهتره، که اتفاقا خیلی راحت بهتره، چون من دیگه میتونی کاملا رها کنی. و یه چیز خیلی مهمه دیگه هم، من حتی توی خیلی وقتا وقتی با دو دختر بعد از یکیشون بپرسی، این خیلی مایند فاک قوی میشه. بگی تو مریضی نداری، همه چی مطمئنی، بچه‌ها بریم، هیچ از اون که نمیپرسی. و یه چیز خیلی مهم به نظر من، خیلی ساده است، چون مثلا با دوستات رفتی بیرون با هم دیگه برمیگردین از یه بار، همه مشروب خوردین، سیگار، مثلا من خودم به خصوص برای توریستام همیشه پیشنهاد میکنم یه دوش قبلش بگیرین، خیلی باحال‌تره که آدما همه دیگه بوی خوب و انرژی خوب و دیگه با اون، یعنی بعضی وقت آدم تو لحظه دوست داره اون کینگ رامز بوی دختر صوبیه رو میده، حتما باید دوش بگیره. اکثر آدمای مشکل ندارن ولی خب متوجه میشن. نه من فکر کنم همه آدما دوست دارن بوی خوب به مشامشون بخوره. نه یعنی بعضی آدم تو فتیش بوی دیدم مثلا بوی عرق و فلان، اینا بعضی هم دارن مثلا دوست دارن مثلا بوی کثیف و اینا، ولی خب کمتر اونا توی فکر کنم تو اقلیتن. اکثریت آدم دوست دارن همه بوی خوب بدن، تر و تمیز باشن. باز میگم اونم لذت اون لحظه رو به نظر من بیشتر میکنه، مگر اینکه میگم اون علاقه شخصیت باشه که یه جوری دیگه. اصلا در ضمن من هر چیزی که دارم میگم از روی تجربه‌های شخصی خود منم، برای هر کسی ممکنه هر چیزی کار کنه، برای همین چون میگن take everything I say with a grain of salt. نمیدونم به فارسی ترجمهش چی میشه. یه عرق ترحالیس بزن. تا حالی بود اگه مترجم داری دوبله رو همینجوری کاسه شعر میگفتی جنگ میشد. آره اون بحث ترمیزیش هم به نظر من خیلی برای من که خیلی باحال. بعضی شبا مثلا 2 نفره خب شب با هم دیگه میریم بیرون بار و فلان، بعد میاین ولو میشین، خب خیلی وقت حال نداره که دوش بگیرم، تو اون هیجان و پشن اون لحظه با هم دیگه
میرین توی خفن ترین تویسامت کدوم بوده؟ ما تعریف کن. چند تا داشتی اصلا کلا؟ حالا بگذاریم چند تا بوده و اینا، ولی بیشتر از 2 تا بوده. برای من میگم توی نمیگم کدوم شهر، چون همیشه شهر رو اگه بگم اون خودش خیلی مسئله ایجاد میکنه و آدما میتونن آیدنتیفای کنن. اصلا نمیگم کجای دنیا، اینجوری بگم بهتره اصلا. ولی با دو دختر بودن که خیلی هات بودن، از این حد هاتی که اصلا دیدی بعضی وقتا یه شبایی همه ستاره ها یه جوری قرار میگیرن که همه چیز به نفع تو بشه، همه چیز درست میشه. خریدن تسلا. مثل خرید تسلا تو اونجوری ارضا میشی، من اینجوری. و آره یه جایی بودیم که خیلی سال پیش بود و شو داشتم و 2 دختر خیلی خوشگل بودن که اصلا یعنی انقدر زیبا بودن. اما اینجوری بودن که من جفتشون رو میخوام. مثلا گفتم احتمالی که اسمتون با جفتشون. کجا دیدیشون؟ توی بار؟ توی کنسرت بود، بعد کنسرت رفتیم بار و اینا، اونجا بودیم. ایرانی بودن دخترها؟ اینا نه. یعنی یکیشون نه. بعد این توی این پروسه که اینجوری که چجوری هوکاپ کنم و فلان، یهو خودشون اومدن بهم پیشنهاد دادن. اصلا انگار الهام شد، وحی شد از سمت کهکشان. و تو اون لحظه میدونی میگم کاش که رفتم یه لاتری خریده بودم. قشنگ از اونو میخری نیوردی که. نبود اصلا خوب شد. من لاتری خریدم هیچی نشد. آره نه، و این چون اون همدیگه رو میشناختن و خیلی با تجربه بودن و بلد بودن کارشون. اونو اولین بارشون بود؟ نه دیگه اونا این کارو کردن قبلا. برای چون وارد بودن، بلد بودن، از 0 تا 100 دیگه بریم خونه و دوش بگیریم و همه کار کنیم و حال کنیم. یعنی همه چی خودشون بلد بودن که چه جوری هنزان یاد گرفتیم. آره با اونا یعنی اصلا خیلی من اصلا بیشتر وارد این مبحث شدم. من یه رفیق داشتم 2 تا دوست دختر گرفت، بعد میرفت با 2 تا دوست دخترش این اونور، بعد مثلا اگه یه پسر و دخترم می اومدن اونا هم میان تو بازی، بعد این میرفت رو زن یارو، اون پسره 2 تا زنای اینو ترتیبش میداد. بعد یکی از بچه‌ها گفت که آقا تو واقعا دیوانه شدی این کارو میکنی؟ گفت شماها دیوانه این که با یه نفر این اصلا نمیفهمین دارین چی رو از دست میدین، اصلا یه دنیای دیگه است. من خیلی حسرت خوردم. من که تو پادکستم میدونن دیگه که در مورد من خیلی حرف زدم که من لایف استایلی که من دارم خیلی نان مونوگامسه و خیلی منتظرم زن بگیری. چی؟ من منتظرم زن بگیری. من که خیلی بعید میدونم زن بگیرم، یعنی احتمالش خیلی خیلی کمه. نمیدونم مثلا شاید توی 80 سالگی شد مثلا دیگه مثلا مگه تنها نمیرم مثلا شاید اون موقع مثلا، ولی نیازی واقعا تو زندگیم نمیبینم الان. حداقل یه موقع فکر میکردم که دوست داشتم زن و بچه داشته باشم، ولی الان میگم مثلا چیز نیست که تو زندگیم بالای لیست ارجحیتم باشه. اینجوری مخالفش هم نیستم، یعنی اگه پیش بیاد. ولی نه دیگه میگم تو این تجربه واقعا تحقیقش میگم که نه میخوام بگم به بچه‌ای که مثلا حالا فکر نکنم مثلا خیلی من واقعا بیشتر توی اجتماعی که داشتم کول بودن، ریلکس هم باحال، ولی اون خیلی هم کار میبرن، یعنی فیزیکی خیلی کار میبرن. من که همونجوری پیرمرد شدم واقعا، عرق میریختم، خسته بودم، مثلا وسطاش واسم روزنامه بخورم. یعنی خستگیشو بیشتر احساس میکنی تا لذتو؟ نه بعضی خب هیجان و لذتش خب خیلی زیاده، ولی بعضی هم مدتی حالت ماراتون طوری میشه. چون دیدی وقتی که مثلا چون من احساس کنم دختر وقتی که ارگازم شروع میکنن خوب ارگازم داشتن هی بیشتر هم میخوان، بعد دیگه ما مثلا یه بار میایم مثلا دیگه انگار 7 خانه رستمو گذاشتم دیگه، میدونی دیگه بعدش جسدم، بعد دفعه دوم دیگه به زور خودم پاره کنم دیگه، مثلا دفعه سوم باید قرص نمیزدی؟ بعضی وقت خیلی کم، ولی بعضی وقتا چرا باید اگه مشروب و مواد و اینا زده باشم. آره من یه بار تو زندگیم قرص زدم ساعت 11 و رو کارم تموم شد، خوابیدم. حروم شد پس. آره نمیدونم تا صبح دیگه نمیدونم کار نکرد. ولی آره تحقیقش بگم تو پورن ما یه چیزی میبینیم و توی فانتزیامون و یه چیزی که میگم خیلی آدما چیزایی که اصلا باش فانتزی دارن شاید تو واقعیت اصلا دوست نداشته باشن انجام بدن، فقط در حالت فانتزی دوست دارن، چون همه چیز تو واقعیت خیلی
واقعی تر و سخت‌تر و پیچیدتر و بودار و صدا داره، وزن عاطفی و احساسی داره، نمیدونم خیلی پیچیدگی‌های خاص خودشو داره. برای همین اول مطمئن شو اصلا چیزی هست که میخواد، اصلا فقط تریسم نه، هر اکت سکشوالی که فکر می‌کنی فانتزیشو داری یا دوستش داری، مطمئن شو اول اون در مورد خودت، اول اون اطمینان رو پیدا کن که راحت هستی با خودت در مورد این چیزا. و یکم با دادم بخاطر تو وقتی تو این دنیا ها میای باید اوپن مایندد تر باشی. مثلا یه کسی مثلا هم مثلا موش بیشتر باشه، جاش کمتر باشه، یا یه چیزای متفاوت تر باشه از اون چیزی عرفه. نه مثلا دختره که معمولا میان با هم دیگه شبیه هم وقتی لخ میشن، یعنی مثلا جفتشون بیمو، جفتشون مودن، یا نه واقعا هر کی خودشه. نه هر کی فرق داره، چون برای اونها هم یه جذابیتی داره که مثلا با متفاوت باشن و با هم دیگه رو تجربه کنن و امتحان کنن، چون اونها دوست دارن با هم دیگه یه رابطه سکشوالی داشته باشن که یه چیز جدید و متفاوتی باشه. یعنی همیشه اینجوری نیست، میگم هر دفعه ممکنه یه جوری باشه. بعد مثلا میان تو چون که آردی مثلا سیستمی خورده اوور اوریجه، مثلا لباس و اینام تو بازیه، یا نه همین وارد میشو بریم با هم باشیم فقط. میگم باز چون من مثلا فیلمی میبینم، من همه چیزا رو دارم با کفش میگم بعضی وقتا خیلی کف با مرتب اول صحبت کردیم، رفتیم دوش گرفتیم، بعد میان آروم آروم میگم شرابتون رو میذارین اون ورا، چون دیگه بوس کردن، یه جوینت میزنید و میرین تو تخت و فلان، لباسا رو در میارین و همینجوری گاماس میره جلو قضیه. بعضی وقتا نه اصلا تو مثلا بعضی همه کاستوم میپوشن، کاسپلی میکنن. کاسپلی هم تازگی دیدم تو ایران هم زره اصلا مود شده یا نشده، ولی خب همون کاستوم پلی و مخفف اون فکر کنم، نمیدونم مخفف چی هست، ولی همین کاستوم گذاشتن و نمیدونم لباس انیمه و نمیدونم عروسک و هر چیز سوپر هیرو طوری که مثلا دوست داری یا فانتزی داری، مید نمیدونم هر چی، اون بعضی اینجوری دوست دارن نقش بازی کنن، یه سناریو بسازن. من مثلا مید باشه بره تمیز کنه تمیز کنه. نه قبلا مثلا من اینجوری بودم که بابا این چه کاریه، خیلی احمق، ولی اتفاقا هیجان داستانه و سناریو سازیه اون اکشن رو خیلی میبره بالاتر. من یه دلیه که میترسم باز کنم، من میترسم اگه این حرفی که تو میگی برم تو اون سناریوه بعد زندگیم بپاشه، یعنی مثلا یهو النا مثلا اینجوری شه، نه مثلا النا میگه آقا من دیگه من هفته 3 تا مرد میخوام، میگم بابا ما خواستیم یه بار امتحان کنیم دیوس. بذار اینو بگم، اینو باشه تو هر رابطه‌ای همیشه یه نقطه هستش، همیشه وجود داره اون لحظه که یه نفر چه مرد چه زن بیا در گوش پارتنر تو همون لحظه اون حرفیو بزنه که میخواد بشنوه که همون لحظه بهش بده یا بکنه، فرقی نداره. یعنی در همه لحظه ها همیشه این وجود داره. ما فقط با این زندگی میکنیم که نه این آدم به من همیشه وفادار، ما با هم قرارداد این بچه داریم و فلان، ولی اون لحظه همیشه وجود داره. اون در خارج از دنیای شما وجود داره همیشه. میخوام من دیگه چیز دست نشوشم تو ظاهر کردن اون لحظه. آره و میگم الانم تو دارید الان تو پادکست یه جور حرف میزنی، 10 سال دیگه شاید دید و نگاه یه جور دیگه باشه، مثلا بعد از مثلا شدم نه تا آخر آرزوم بود اینجوری بودم که مثلا میتونستم بیام ببینم 10 نفر میزنن سر النا، خودم اونجا بقا واسم سیگار بکشم بغلش کنم، ولی اصلا فکرشو میکنم میپاشم تو اصلا نمیتونم. یه دفعه با اون داشتم میگفتم، گفت تو دیگه کاملا قاطی کردی. گفتم چرا دیوونه، ببین چقدر باحال بود مثلا اینو با این منطقه تو با این ست کنی چه حالی میداد، هم زنت حال میکرد. بهش گفتم که چرا من داشتم مثلا مسافرت 2 هفته رفتم تورنتو، گفتم چرا من دارم تورنتو نمیتونم زنگ بزنم به یک دوستام که میدونم خوب میکنه بگم آقا این 2 هفته هوای زن ما رو داشته باش ما برمیگردیم. بابا اون کسخلی چی داره میشه؟ گفتم نه پوینت رو بگیر، من نمیخوام این کارو کنم. پوینت چرا من نمیتونم این کارو بکنم؟ آره ولی اگه یه روزی اون تلفن رو لازم داشتی به کسی بزن، میدونی که به کی زنگ بزنی. آره فرشید. ولی من تا اونجایی که ولی خودم مثلا این خیلی بحث جالب، من خیلی مثلا این کلمه میگن هوم رکر، مثلا بری رابطه که من خیلی حواسم جمعه، هیچ وقت سعی کنم تا اونجایی که واقعا تونستم و آگاه بودم هیچ وقت سعی نکنم تخریب کنم رابطه یا دوستی کسی رو سر این چیزا. یعنی کسی بتونم مثلا رابطه داره که دوستام باش حال میکنه یا فلان، اصلا میدونی خودم کاملا سیناریو میکشم بیرون. انقدر آدم تو دنیا زیاده که این ولی خب معمولا اتفاقی که میفته تو بیشتر برای اینکه دعوام پیچ میاد اینه که
آدم بخصوص تو ایران خودتو محدودی، تو که خیلی جاهای زیادی نداری بری بگردی، خیلی محدود جاهای. از این نظر یه دانشگاه، یه کافه هست، یه رستوران، یه مثلا درکه است مثلا، چه میدونم بغل یه چیزی، بغل یه چیز، یعنی خیلی آپشن به همه اکیپا همدیگه همدیگه رو میکنن چون کسی رو ندارن و مثلا ریچ اوت کنن دیگه. آره فان هم نیست مثلا، یعنی میخوام بگم یعنی اتفاقا تو بیرون دایره خودت هر چی باشی اون روابط داخل اون دایره سالم‌تر میمونه و ریلکس‌تر میمونه. من خودم اما پارتنرام همیشه قرار میگم با هر کی خواستی مثلا رابطه داشته فقط بگم با این 5 نفر مثلا حداقل میدونی نزدیکترین آدمایی که بهم هستن و ترجیحاً رابطه نداشته باشی اینا نه، ولی بقیه یعنی منم اون متقابلا همون احترام قائل میشم، چون اون دیگه اون رابطه اون بحث حسادت و قدرت و ایگو و همه این داستان تو اون دایره خیلی با دیگه خیلی اوپن مایندد باشی که آقا دیگه میام به خاطر به یه جایی برسی آقا بهترین دوست نبید آقا زنم بکنه و من اوکی باشم و اینا، ولی گفتنش خیلی راحت تر از آره خیلی میگم. مثلا من میبینم بعضی مثلا یارو مرده داره دنبال یکی میگرده که ترتیب زنشو بده، مثلا از این حال میکنه. اون که دیگه مثلا میگم تو مثلا یه لول اونوری، مثلا ما میخوایم وسط راه برسیم نمیتونیم، تو مثلا اونم رد کردیم. من مثلا دیگه نمیخوام ترتیب بدم، میخوام یکی ببینم این پتیره یکی بکنه. ولی تو کامنت ها بنویسین تجربه خودتون، اگه تجربه تریسام دارین یا اصلا کلا روابطتون تو ایران. 3 تا بهترین پوینت 3 تا سامتو بگو لطفا. ببین میگم باحال ترین چیزش اینه که خب اون فانتزی که 2 تا لب فلان نه اصلا ببین تای خطش این بحث این که این داستانای امپراتوری قدیمی رومان و یونانی و اینا رو که آدم میخوند معروف بودم اصلا به این اورجیای خیلی گنده. اصلا یکی از معروف ترین امپراتورایی که اورجیاش هم خیلی تاریخ معروفه کالیگولاس مال رومن امپایر و یه فیلم خیلی معروفی هم هستش که ساختن که مثلا همش کل فیلم اورجیه قشنگ. اینا انقدر غرق در لذت بودن، اون اوج قدرت و اینا که دیگه نمی‌رسن چیکار کنن، همونجوری یک لشکر از جسد آدم همه دارن مثل پادشاه زندگی میکنن. حواستون باشه. و میگم غرق تو اون لذت، یه لذت به نظر من هر کی، حالا میگم من خودم که با خدا اعتقاد ندارم ولی نزدیکترین راه من به خدا رسیدن واقعا سکسه. یکی سکس یکی سایکدلیک، این دوتا برای من واقعا نزدیکترین راه به اون حالت، حالا به شما هستی یا محمد هم با شما خیلی فرق نداره. الان بنگ 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 بذاریم آقا همینجا شروع شد. وای نه دهنم نذار باز کنم در مورد اونا شروع کنن حرفایی زدن که هممون رو بند میکنن. بعد که آدم نمیتونه حقیقت رو بگی ولی مزخرف رو میتونه. نه میگم الان هارسترش ندارم، یعنی مثلا من میفهمم ولی کلا میگم تو دنیا شروور گفتن خیلی راحت تره تا حقیقت رو گفتن. حقیقت رو باید میجنگن، شروور اوکیه. یعنی یه نفر میاد این میگه کشته میشه، چرا یکی میاد میگه خدا هست کشته نمیشه؟ اصلا نه، اصلا بحث این که اون آدمایی که اون باور رو دارن، میگم من هیچ عقیده‌ای ندارم توی زندگیم که حاضر باشم هیچ انسان دیگه رو براش بکشم. خب هیچ، یعنی من همه عقایدام میتونم اگه با منطق جلو من بیاید توضیح بده که این دلیل بهتره، همه رو قانع میشم. هیچ چیزی نیستش که من حاضر باشم قاطعانه باش وایسم اگر مدرک و سند بهتری ازش رو بشه. ولی آدمایی که باور دارن به هیچ چیز غیر عادی نامرئی کاملا توهم ساختگی و حاضرن سرش هم آدم بکشن، تجاوز کنن، کتک بزنن، اون آدم‌ها خیلی خطرناکن. بدبختی اینه که حتی شوخیش هم ما میکنیم با این بیشورا، جونمون در خطر میفته. خیلی احمقانه است. یعنی واقعا این دنیای آزاد این با این مسئله مواجه شه که آقا چجوری میتونه آقا بیاد اسلام و مسیحیت و یهودیت و همه این چیزا رو بتونه مسخره کنه بدون که بترسه از جون خودش. خیلی ساده، شما فقط کافی تو دنیا بگی تمام مذهبات تکس بشن، ببین چه جوری همشون فولد میکنن. الان unlimited مانی دارن، اگه اینا تکس سنگین بشن یه خورده روشون بره حساب کتاب کجا داره این پول میره رو چه حسابی، تو داری 5 تا قایر میخری واسه خودت مسئول بشن. این دولت باید بیاد روی اینا. دولت توی هیستوری همیشه خایمال دین بوده، چون دین میومده میگفته آقا تو بیا بگو این واقعیه، من این آدمایی که مثل خودم منو فالو میکنن هر چیزی بهشون میگم و میگن شما خوبی، میان دنبال مردم واسه هم میجنگن، هر کاری میخوان میکنن.
این داستان چیز بوده. از اونم دولت تمام دنیا به دینا باج داده، گفت شما نمیخوای تکس بدی، نمیخوای زمین تو، ما میخوای زمین رو بهت میدیم فلان بسا، خرجم بهت میدیم، اینجا رو بساز، آره به خاطر خدا. تمام مسجد و اینا از کجا میاد؟ هر کی هم پولدار بوده و میمرده و اینا خاص خیلی کنه میده دست اینا. اینم یه کالتیه که قوی ترین شخصیت دنیا خایمالشن، unlimited مانی داره بدون explanation. از این زاویه بهش خیلی نگاه نکردم ولی درست میفهم حرف تو. اینو تو هر کاری بکنی یه قدرتی میشه که اصلا نه منطق داره نه میشه از پا در آوردش. اتریسون به قرآن رسیدیم ها. آره من تو چیزم کوچکترین کشور دنیا چیه؟ واتیکان. من تو واتیکانم. اونا از همه حرومزاده ترن دیگه. آره اونا آدمایی که خب ریپرس میکنن. تو نگاه کن تو همین کاتولیکا چقدر اینو به بچهای توی کلیساشون تجاوز کردن. هر روز اسکندل جدید، هر روز یکی دیگر رو. همین معلمای قرآن تو ایرانش هم دیدی که چپ و راست این بچه‌ها رو ترتیبشون میدن. معلم نقاشی ما رو میمالید. معلم دینی و قرآنا که همیشه هیزتر. بگم هر کی آدم بیشتر اون قسمت خودش رو سرکوب کنه از یه جای دیگه مریضی میزنه بیرون دیگه. مثلا تعریف کنم یه داستان یادم برای بچه‌ها بخوام بخندن با اینم. آقا یه معلم دینی داشتیم میومد سر کلاس تا وارد میشه دستم میبردم بالا، گفتم من باور ندارم خدا وجود داره. بعد قاطی میکرد و من میگم حرفا چی؟ بودم قاطی نکن، من یه بچه‌ام، تو به من یاد بدی، نه باید قاطی کنی رو من. همینجوری بهش گفتم دقیقاً، به من بفهمون خدا وجود داره. و هر چی میگفت باهاش بحث میکردم، یعنی هر چی میگفت، چون همش بعد چرت و پرت میگفت دیگه. و من گفتم من قبول ندارم. و خلاصه اتفاقی که افتاد ما رسیدیم به مثلا نمیدونم حالا میدترم دوم، ولی مثلا اگر 12 تا فصل بود کتاب بعد تو 8 خونده بودیم، ما فصل 3 بودیم یا 2 بودیم. چون انقدر منو یه پسر بود اسم سهند، انقدر منو سهند باهوش بود کتاب میخون، من زر میزدم اون فکت میگفت. مثلا معلم میگفت خدا مثلا میگفت خورشید تا ابد میسوزه، اون میگفت نه آقا این 4.5 میلیون سال بیشتر نمیسوزه، بعدش منفجر میشه. مثلا اون فکت میگفت، منم زر میزدم همیشه، من قبول نمیکنم و این بهتر میگه و از این حرف. بعد خلاصه بعد از چند وقت شد اومد سر کلاس، به دستم اونم کردم، گفت دستو بنداز پایین. گفتم سوال دارم. گفت بیخود سوال داری، چون عقب بودیم بعد درس میداد. گفتم خب یعنی چی؟ تو معلم وظیفت جواب منو بدی، بس سوال. گفت سوال داری قبل چیز بیا، قبل کلاس بیا. گفتم اوکی. کلاس اول بود 8 صبح. گفتم قبوله. جلسه بعد به بچه‌ها گفتم بچه‌ها همه ساعت 7 صبح بیاین مدرسه، همه یه ساعت زود بیاین. بعد 30 تا بچه زود اومدن، همه رفتیم وایسادیم جلوی دفتر معلممون، یه سالونی که باید در اینا میشیم پر شلوغ، اینا علای ما رد میشدن سر و صدا عصبی، صبحان چای بخورن خفه شیم و تازه زن اومده پول آبا بده، پول بده، نون بخرم. این تازه اومده ایوه ناظم چیز مدیرمون اومد گفت چه غلطی میکنین اینجا شما. من چیز حرف میزنه همیشه من بودم. گفتم که راستشو بخوای والا ما هم دکتر فرجو گفتم دکتر ما هم نمیخوایم بیایم اینجا، ما سوال داریم، معلم میگه جوابتون سر کلاس نمیدم، میگه زود بیاین. ما هم اومدیم اینجا، خود خاکوش نیومده، ما نمیدونیم چیکار کنیم، جواب کجا بگیریم. گفت یعنی جوابتون نمیده؟ گفتم اینجوری. گفت اوکی شما برین سر کلاس. آقا معلم واسه سر کلاس قیافه یه شکست رو میتونی صورتش ببینی ها. بعد تو کلاس گفت بچه‌ها اگه بهتون میگم که سوال نپرسین و اینا به خاطر اینکه عقب افتادیم و اینا، بعد دیگه اگه سوالی هست چیزی هست اوکی بپرسین. همون سینش من دست رفت بالا. دوباره خلاصه قشنگ دادم. وقتی که رسیدیم به ترم آخر اومد، مثلا رسیده بودیم به فصل 4 بعد 12 تا میخوندیم، یعنی 8 تا هم درس نداده بود. بعد اومد گفت تای هر فصل مثلا 20 تا سوال بود. اومد گفت آقا فصل 5 سوال 3 و 7 و 9 رو بخونین، فصل 6 سوال 11 12 13 رو بخونین. بعد گفت هر کدوم از اون یکیشون رو میگم دیگه که دیگه همین ستون، چون نمیتونم بهتون درس بدم. ریدیم توی کلاس دینی، خیلی باحال بود. واقعا هنوز درس میدن این گوهو یا نه؟ واقعا نمیدونم. آره بابا عربی میدن، قرآن میدن، دینی میدن. عجب. آقا ولش کن بابا، بریم خداحافظی کنیم و دیگه تا